صندوق‌های اهرمی و خیلی‌ها میگن که این پوست مزد بود که زیر پای شما گذاشتن اصطلاحاً و نباید تأسیس میشد. چرا؟ علتشون این هستش که میگن که اینا رشد بازار رو سریعتر میکنن، افت بازار هم سریعتر میکنن و یک در واقع ویژگی منحصر به فرد دارن، این هستش که به هر حال تو مومنتوم صعودی یا نزولی بازار سهامدارا دیگه نمیرن به سهامدارای حرفه‌ای نمیرن به سمت خرید مستقیم اون سهام، میرن اهرمی‌ها رو میخرن که اون در واقع خودش هم اهرم داره و مثلا شارپتر رشد میکنه. که حالا قبل از این شروع در واقع روند صعودی بازار این 2 هفته اخیر واقعا در واقع خیلی من تو گروه ها میدیدم که مثلا انتقاد میکردن، فحش میدادن که مثلا اون صندوق اهرمی اصلا برای چی ایجاد شد. چه واقعا مثلا حالا درسته یکی از ابزارهای در واقع نوین مالی هستش که تو دنیا هم به حال به اشکال مختلف وجود داره، ولی واقعا بازار سهام‌های ما با این قد و قواره ظرفیت پذیرش همچین ابزاری داشت؟ آیا واقعا مثلا خود شما اعتقاد داشتید به این موضوع یا نه؟ یه کسی اومد مثلا یه پوست موزی انداخت گفت اینم خوبه اینم ایجاد بکنیم، شما گفتید باشه؟ نه، واقعا اعتقاد داشتیم که صندوق‌ها با ویژگی‌های مختلفی ما باید تو بازار داشته باشیم. خب حالا اینکه یه چاقویی درست میشه، یکی با این چاقو میره آدم میکشه، که لزوما این نیست که بریم چاقوها رو جمع کنیم یا مثلا این که تولید کرده رو اعدام کنیم. که ببینید یه ابزاریه. خب این ابزار هم وقتی ایجاد میشه ممکنه در طول زمان 2 سال 3 سال یه تنظیماتی لازم داره، یه تغییراتی، یه بالاخره چون یه ابزار جدیده در یک محیط جدید. ولی اینکه بگیم نه مثلا یه چیزی بود که به بازار خیلی لطمه زد، نه، به نظرم بالاخره یه طیفی از ذائقه بازار رو داره جواب میده. همونطور که الان مثلا تامین مالی جمعی که راه افتاده بود، خب ما در واقع انرژی گذاشتیم، رشدش دادیم، خب قطعا یه سری کاستی‌هایی هم داشته، به مرور اصلاح شده، دست‌عملاش قوی‌تر شده. صندوق‌های اهرمی هم همینطور، اصلا بقیه صندوق‌ها هم همینطور. مثلا صندوق املاک مستقلات یه مقدار بریم جلو، قطعا یه سری ایرادایی داره باید برطرف بشه و قطعا به بازار کمک میکنه، این یه طیفی از سرمایه‌گذاران جذب خودش میکنه. صندوق‌های طلا، صندوق‌هایی که در واقع رو کالاهای دیگه داره تشکیل میشه، به نظرم برای بازار لازم هستن، کمک میکنن به بازار. و خب اون صندوق‌های اهرمی هم که پول جذب میکنن که نمیبرن جای دیگه، باز تو همین بازار دارن سهام میخرن. بله، سهام میخرن، از فیکس اینکامشون میارن سهام میخرن، بالاخره به بازار کمک میکنن. بله نیازمند نظارت هستن، نباید به هیچ وجه رها بشن. اینا صندوق‌ها هرچی بزرگتر میشن نیازمند نظارت‌های بیشتری هستن، ولی باید این نظارت‌ها ریسک محور باشه. یکی از نکاتی که وجود داره از نظارت‌های شکلی در بیایم، چون نظارت‌های شکلی معمولا باعث میشه که دسته‌بال مدیران پورتفوی بسته بشه، نمیتونن در واقع هیچ کاری بکنن. ولی نظارت‌های ریسک محور که کجاها واقعا ریسک داره برای سهامدار، برای نهاد ناظر، اینا رو شناسایی بکنن و رو اونها نظارت کامل داشته باشن. به نظرم آینده خوبی هم خواهند داشت.